جنگل از وحشت نامش در سکوت فرو می رفت. دشمنانش حتی در خواب هم از غرشهایش به خود می لرزیدند. هیچ حیوان جرأت نداشت چشمانش را در چشمان او بدوزد، زیرا تنها یک نگاه کافی بود تا زانوهایشان از ترس سوز شود. او آذر بود، فرمانروایی که خون در رگهایش آتش بود و زمین زیر پاهایش لرزش داشت. در طلوع سرخرنگ جنگل گسترده در سکوت مرموز فرو رفته بود. سایه های درختان بر زمین کشیده شده و تنها صدای نسیم برگ های خشک را به رقص در می آورد. اما این آرامش چیز جز پیش درآمد طوفان سهمگین نبود. در قلب این جنگل بر فراز صخره بلند شیر نر ایستاده بود که یال طلایی‌اش در باد موج می‌زد. چشمانش همچون شعله‌های سوزان می‌درخشید و غرورش بوی خطر می‌داد. او آذر، سلطان بی‌رقیب جنگل بود، فرمانروایی که هیچ کس جرأت رویارویی با او را نداشت. ما امروز خطر نامرئی در سایه ها کمین کرده بود. گروهی از شیرهای مهاجم به رهبری تارگاز، رقیب دیرینه آذر، از مرزهای شمالی به قلمرو او نزدیک شده بودند. نگاهشان آکنده از آتش قدرت و انتقام بود. تارگاز در میان بیشه تاریک همراه با 5 شیر دیگر نشسته و نقشه حمله را مرور می‌کرد. او سالها در تبعید به سر برده بود و اکنون با غرش وحشیانه قصد داشت تاج و تخت آذر را تصاحب کند. خونخواهی در رگهایش می جوشید. از بالای صخره حرکات غیر عادی را در دورترس‌ها مشاهده میکنه. حس ششمش هشدار میده که جنگی در پیشه، جنگی که آینده قلمروش را رقم میزنه. با چشمان نافذ تصمیم میگیره که آماده نبرد بشه. به سمت گله‌اش باز میگرده، شیرهای وفادارش را دور هم جمع میکنه و غرش سهمگین سر میده. صدای او همچون رعد در دل جنگل میپیچه و همه را به خود فرو میخوانه. شیرهای نر یکی پس از دیگر سرهایشان را بلند کردند و نگاهشان به قدرت آذر در هم آمیخت. هنگام تارگاس و گروهش در سکوت کامل به مرزهای قلمرو آذر نزدیک شدند. چشمانشان در تاریکی برق میزد و هر قدمشان سایه های مرگ را همراه داشت. ماه در پس ابرها پنهان بود و زمین بوی خون میداد. با طلوع سپید نبرد آغاز شد. آذر همچون صاعقه بر دشمنانش حمله کرد. با چنگال‌های تیزش نخستین مهاجم را نقش بر زمین کرد. نبرد وحشیانه شکل گرفت. غرش‌ها، نعره‌ها و چنگال‌های خونین هوا را پر کرده بودند. گاز از میان درگیری مستقیم به سمت آذر حمله کرد. دو سلطان در میان گرد و خاک و فریادهای جنگی در برابر یکدیگر قرار گرفتند. لحظه‌ای که جنگل در انتظارش بود فرا رسیده بود. چنگال‌های آذر و تارگاز در هم گره خورد. هر دو نعره از عمق وجود کشیدند. زمین زیر پاهایشان لرزید. یالهایشان با هر ضربه‌ای که بر پیکر یکدیگر می‌نشست خیس از خون می‌شد. هیچ کدام قصد عقب نشینی نداشتند. در یک لحظه سرنوشت ساز آذر با چالاکی جا خالی داد و چنگالش را بر پهلوی تارگاز فرو آورد. زخم عمیقی باز شد و نعره از درد سکوت کوتاه جنگل را در هم شکست. اما تارگاز هنوز تسلیم نشده بود. با آخرین نیروی خود تارگاز به گردن آذر حمله کرد، اما آذر با مهارت بی‌نظیر او را به زمین کوبید. دندانهایش را بر گلوی دشمن دیرینه‌اش فشرد و برای لحظه‌ای در چشمانش نگریست. نگاه تارگاز از خشم به وحشت تبدیل شد. آخرین غرش تارگاز شکست را پذیرفت. نفسهایش به شماره افتاد و به زانو درآمد. شیرهای همراهش که دیگر امیدی به پیروزی نداشتند با وحشت عقب نشینی کردند. آذر با نگاه پر از افتخار سرش را بالا گرفت و اجازه داد که باد بوی پیروزی را در سراسر جنگل پخش کند. جنگ به پایان رسیده بود، اما قدرت واقعی در بخشش نهفته بود. او تارگاس را نکشت، بلکه تبعیدش کرد. جنگل سنتی دیرینه وجود داشت. فرمانروا باید نه تنها نیرومند بلکه خردمند نیز باشد.
آذر این را به خوبی درک می کرد. نگاهش را به گله‌اش دوخت. خورش بلند سر داد و شیرهایش نیز با او هم صدا شدند. جنگل دوباره به آرامش بازگشت. اما نام آذر در تاریخ حک شد. او تنها یک شیر نبود، بلکه اسطوره زنده بود. هیچ شیری چه از امروز و چه از آینده جرأت نداشت او را به چالش بکشد. غروب خورشید، آذر به بالای همان صخره بلند بازگشت. باد یال طلایی‌اش را نوازش می‌کرد و چشمانش به افق دوخته شد. او فرمانروای بلامنازع جنگل بود و تا زمانی که زنده بود این تاج از سرش برداشته نمی‌شد. از نبردهای نفسگیر و داستانهای هیجان انگیز سلطان جنگل لذت میبری؟ همین اکنون سابسکرایب کن تا هیچ کدوم از این حماسه ها رو از دست ندی. کامنت بذار و بگو که کدوم لحظه از داستان بیشتر برات هیجان انگیز بود. اگه دوست داری دیگران هم این نبرد افسانه‌ای رو ببینن، شیر کن و قدرت سلطان رو به اشتراک بذار.